السلام علیکم و رحمت الله و برکاته با کل تماشاگران عزیز و هر نفری که انشاءالله صدای ما را میشنوه و الخصوص با سرداری همین کانال برادرمون اسماعیل جان که از ما خواستن یک ویدیو که کوتاه کنیم برای برادران. اگر برادران عزیز شما مثلا خبرها را دیده باشین که در دنیا امروز چی گپ رفته ایستاده، زیاده از چند دریاهای معتبر برادران عزیز تبدیل به ولکان گشتند. در شهر ایران زیاده از 3 میلیون نفر از بیماری ویروس هلاک شد برادران عزیز و این چنین سرحدهای شهر قزاق برادران عزیز و گرامی قدر و دیگر سرحدهایی که هست همش برادران عزیز بسته شده، حتی هواپیماها بسته شده. همه این برادران عزیز ولی بعضی ها میگن ای حیوان شده ای فلان شد، یکی از نشانه های قیامت ای برادران عزیز. در کتابی هست به نام نشانه های قیامت که شیخ محمود حضرت یک عالم معتبر از شهر ترکیه هستند و کتاب ایشان علمای پاکستان نیز ترجمه کرده گیان و در الحمدلله با زبان تاجیکی هم هست نیست ترجمهش هسته. در همونجا 50 تا برادرای عزیز نشانه های قیامت می بیاره. یکی در درون یکی همین نشانه ها هسته که بارش ملخ برادرای عزیز، این 4.5 میلیارد ملخ برادرای عزیز در شهر خیتای زدگی در یک روز برادرای جان میتونه انشالله ببینی خدایتون در یک روز خوراک 35,000 آدم میخوره در یک روز. انا در یک ساعت 150 کیلومتر راه میرفته برادرای عزیز. همش نشانه قیامت. کدام که انشالله صاحب علم بکشوین سوره دخان بخونین از یک لو انا انشالله از تفسیر بخونیم و بهتر افضلتر خدا نگهبان تو مشه دعا کنیم. انا برادرای عزیز زمانی میشه راههای یعنی دروازه های توبه بسته. کوشش کنیم امروز فرصت داریم برادرای عزیز توبه را از دست ندیم. به خدا قسم همش نشانه های قیامت های. البته عالم الغیب و شهاده و این مقصد علم غیب فقط در جانب یعنی در پروردگار است عیان و جز پروردگار کسی نمیدونه. الخصوص علم قیامت که کی واقع میشوانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما بیان کرده یعنی یکی از نشانه هاش. این بین برادرای عزیز که یکی از همین بیماری ویروس همین نشانه قیامت است. و در بعضی شهرها برادرای عزیز پرنده بریدگی هست. در بعضی شهرها برادرای عزیز سنگ اومده است. شاید شما خبر نداشته باشین و والله قسم یک بار شبکه‌های اجتماعی مقصد دیگه و یا را ببینید تماشا کنین. در چند دولت ها برادرای عزیز نگاه کردیم سنگچه بریده است. مردمش به ناله و به فیغان اومدن. توبه کنیم برادرای عزیز. همه کس توبه کنیم. کاری شوخی نیست، کاری خنده نیست. کسی که اگر دوری جوی فرمان الله انتظار باشه بلاهایی را که خداوند از سر همون شخصیت همون قوم میبیاره. خداوند هممون الله صاحب توبه بگردانه. سلام علیکم دوستان عزیز و گرامی قدر. برای شما یک بهترین کانال رو معرفی میکنیم. در آمده حتما در کانال برادرمون ابونه شوین. برادر تاجیک خدمون است. دستگیری کنین انشاءالله. دستگیری شما پیشروی هر یکی ما برادرای مسلمان میشوه. در آمده برادر عزیز در کانال برادرمون ابونه شوین. خداوند یار و مددگارتان باشه.